بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله به نام سیاس از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. درس ما آخران درس است امروز ان شاء الله، آنجا که شیخ الاسلام میفرماید وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. و الله به جمیع بندگان کفر به طاغوت را و ایمانی به الله را فرض گردانیده است. یعنی همه بندگان به او بالایشان فرض است که نسبتی طاغوت ناباور باشند و نسبتی الله یا به الله ایمان داشته باشند. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ابن قیم رحمه الله چنین گفت معنای طاغوت این است که بنده در پرستش معبوده، در پرستش یگون خدا یگون، یا در پیروی متبوعه یک کس پشتش میره، یا در اطاعت کرده شده از حد میگذرد. فهمیدید؟ همین کسی که یک کسی اطاعت کند که وای مثال گریم در معصیت الله باشد، اگر مبادا یک کسی دیگر اطاعت کند اما این در معصیت الله باشد، این طاغوت میشد. فهمیدید؟ و میفرماید که و طواغیت کثیرة و رؤوسهم خمسه ابلیس لعنه الله و من عبد وهو راب و من دعا الناس الى عبادة نفسه و من ادعى شيئا من علم الغیب و من حکم بغیر ما انزل الله. طاغوت ها بسیارند و اساس آنها 5 تاست. یکم ابلیس است، الله او را لعنت کند. دوم کسی است که او را میپرستند و او در این عمل راضی است، دیگران عبادتش میکنند، مانند بعضی صوفیان دیگران و عبادتش میکنند و راضی است. اما این شرط است که و هو راضین گفتن اگر خودش راضی باشد بعد طاغوت میشود. برای چی این را قید میکنند؟ برای خاطر که عیسی را هم عبادت میکنند که ما نمیتونیم گفتن که عیسی راضی است. بنابراین یعنی طاغوت میشود همون کسی که دیگرها وی عبادت میکنند و باشد راضی است. سوم هر کسی است که مردم را به عبادت خود ترغیب میکنند، مانند صوفی و دیگر همین فرقه هایی که ادعا میکنند. چهارم هر کسی است که در دانستن جزئی از علم غیب دعوا میکنند، میگه که من میدونم از غیب چی خبر است، من میدونم که پگاه چی میشد، من میدونم که کی قیامت میشد، اما خیلی دعواهای علم غیب میکند و هم طاغوت میشود. پنجم هر کسی است که خلاف نازل کرده الله حکم کند، کسی که خلاف نازل کرده الله حکم کند و هم طاغوت میشود. یعنی گفت که قرآن در کار نیست. امروز قرآن کهنه شدگی است، به جای قرآن همین قانونهای وضعی به کار میرد. قانون دموکراتی از قانون قرآن بهتر است، بود کافر میشد. شک نیست در کافر شدنش. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. دلیل سخنی او تعالی است، معناش در دین هیچ اجبار نیست، یعنی که در دین مجبوری نیست که یک کس از لط و کوب کرده در دین داخل شد. در دین میفهمانی، انق میکنی. خب هدایت از گمراهی مشخص شده است، یعنی که هدایت چیست، گمراهی چیست، انق شده است. اما کی انق میکند؟ این در جای از
بعضی کشورها انیق شدگی، در بعضی کشورها انیق شدگی نیست، چون ملاها خوابن، ملاها خوابی گران مشغول زندگی و همینه. مردم اول فهموندن در کار، بعد مردم یعنی که ایمان و هدایت و گمراهی را فهموندن در کار. بنابراین الله تعالی گفته که در دین اجباری نیست. از بعضی منبرها همین قدر داد میزنن که از همون حال احوال امام رحمتون میبود که چی گپ شده باشه در مسجد. فهمیدید؟ یعنی داد و فیغان بیکار میزنن. نه هدایت برای مردم فهموندگی است، نه زلالت فهموندگی است. در کار باشه خودش در همون گمراهی است بیچاره. انا هدایت از گمراهی مشخص شده است، یعنی انیق شدگی است. وقتی که انیق شود بعد حاجت به مجبوری نیست. بعضی علما خیلی گفتن این آیت منسوخ شده است، لیکن صحیح باید که مجبور کردنش و یک کس با مجبوری در اسلام داخل کردن فایده نداره. فهمیدید؟ خصوصا دولت 100% مثل قانون الهی در اونجا جاری شدگی نیستن و قلبش یعنی که کافر باشد و ظاهرا خودش مسلمان میگیره، این خطرش سخت‌تر میشه. پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد، یعنی که نسبت طاغوت ناباور شود و به الله ایمان آورد و چنان رشته استوار چنگ زده است که یعنی چنان چیز چنان رسمان را قپیده است که و کنده شونده نیست و کنده نمیشد، چون که لا اله الا الله کنده نمیشد. الله شنوا دانه است. نه خب مهم بله و معنای لا اله الا الله همین بود است. سوره بقره آیت 26 دوام آیت الکرسی. و می فرماید شیخ الاسلام و فی الحدیث رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد فی سبیل الله والله اعلم. و در حدیث چنین آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، معنای حدیث پیغمبر اساسی همه کار اسلام است و ستون آن نماز است و کلی افتخار آن، یعنی کلی بلند اسلام در راه الله جهاد کردن است و الله از همه دانا است. فهمیدید؟ صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم. مهم این حدیثی که خواندیم رأس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد فی سبیل الله، این حدیث ترمذی روایت میکند و ابن ماجه از حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه است. شیخ البانی الله رحمتش کند اینه در جامع صحیح حدیث صحیحش گفته است. رأس الامر یعنی هر یک کار سرش یا که بگیم اساسی هر یک کار اسلامه. مردم اسلام فهموندن در کار. اسلام چیست؟ ما المراد بشه؟ معنای اسلام چیه؟ الاسلام والاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك و اهله. همین مردم میدونن یا نمیدونن؟ فهموندن در کار. خب اسلام چی؟ در اسلام کدام اعمال داخل می شود؟ شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج بیت الله الحرام. فهموندن در کار. و عموده الصلاة و ستون اسلام نماز است. پایه بزرگ اسلام نماز است. زیرا در روز قیامت بعد از توحید از نماز میپرسند. فهمیده؟ و قله بلند اسلام این جهاد است. برای چی؟ ذروه اساساً کوفی اشتر میگم، همون جایی که انسان بالای اشتران میشند کو و جای ذهن است کو. انا همونه ذروه میگوین عرب ها. فهمیدید؟ خب هوای در شتر اون وقت پیدا میشد که وقتی شتر به قوت شود، وقتی که شتر به قوت شود بعد هوایش میبینه که نمایان شده است، همون گویم تخت پوشتش بلند میشد. اول نشانی آن است که به قوت شده است.
وقتی که و شطور خودش آخه همون کودک گویم که همون کودکش جسدش کلان است و معنی داره که جسدش کلانه با بارش کنه دیگه چی. وقتی که دیدید همونها تیار شدن میدونید که اشتر تیار است با برداشتن بارها. برای چی جهاد در همین جا آورد؟ معلوم میشه که برای جهاد کردنم قوه در کار میشود. برای جهاد کردنم چی؟ قوه در کار میشود. فهمیدید؟ و جهاد کردن معنا ندارد که مثلا 10-15 کس شود و بعد یک کوه بیابان در جنگلا بعد ضد این و ضد آن کورکورانو جهاد کنند که این جاهلا جهاد میکنند. فهمیدید؟ به همین یعنی کتاب اختصارا به آخر رسید و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.